سلام بچه ها، خیلی خوش اومدی به ویدیو دیگه با من زارا هستم. امروز اومدیم یه ویدیویی بگیرم راجع به تست شخصیت. میخوام ببینم که شخصیت من چیه. حالا من یه بار قبلا اینو انجام دادم ولی خب شنیدم که میگن که مثلا باید هر 6 ماه یه بار یا حتی یه چند وقت با بعد این تست رو بگیری که فکر کنم شخصیت آدم‌ها عوض میشه. نمیدونم. دیگه که معرفی کردن خودتون رو به دیگران برایتون سخت است. بخوام خودم معرفی کنم نه سخت نیست. نه اشتباه. برام اصلا سخت نیست دیگه. برام اصلا سخت نیست. اغلب در افکار خود غرق میشوید و محیط اطرافتان رو فراموش میکنید. این همیشه اینجوری نیست. گاهی اینطوریه. مثلا همیشه این شکلی نیست. اینطوری. سعی میکنید در اسرع وقت به ایمیل‌های خود پاسخ بدهید و صندوق ورودی شلوغ را تحمل نمی‌کنید. یه جوری درست میگه. آره. به راحتی میتوانید آرام بمانید و تمرکز کنید حتی وقتی فشار زیادی وجود داشته باشد. کم. معمولا مکالمات رو شما شروع نمی‌کنید. دقیقاً. به ندرت کاری را فقط از روی کنجکاوی محض انجام می‌دهید. آره. احساس می‌کنید از دیگران برتر هستید. کمی نظم داشتن برایتان مهمتر از سازگار بودن است. آره. معمولا بسیار با انگیزه و پر انرژی هستید. کمی اهمیت برنده شدن در بحث برایتان کمتر از ناراحت شدن دیگران است. نه، برای مهم نیست دیگران را ناراحت بشه. مخالفم. اینو هم جدی میگم. احساس میکنید اغلب باید افکار و رفتار خودتون برای دیگران توجیه کنید. آره، گهگاهی محیط خانه و محل کار شما کاملا مرتب است. محل کارم مرتبه ولی خونه وقتی که وقت پیدا کنم اهمیت نمیدهید که در مرکز توجه قرار داشته باشید. آره، موافقم. خودتون رو بیشتر از آن که خلاق بدانید عملگرا میدانید. یعنی بیشتر عمل میکنم تا خلاق باشم. آره. مردم به ندرت میتوانن شما رو ناراحت کنن. وای، موافقم. من اصلا با اجازه ندارم. برنامه سفر شما معمولا خیلی خوب طرح‌ریزی میشود. آره. اغلب دشوار میتوانید با احساسات دیگران رابطه برقرار کنید. آره. خلق شما ممکن است به سرعت تغییر کنه. وای، موافقم. ببین من 5 دقیقه اینجوری 5 دقیقه بعد خدا میتونه. در بحث حقیقت باید از حساسیت‌های مردم مهمتر باشد. نه. به ندرت از تأثیر اعمال خود بر دیگران نگران هستید. کمی موافقم. سبک کار شما بیشتر از صرف انرژی فراوان به صورت تصادفی است تا رویکرد روش نمیتونم بخونم. روشمند و سازمان یافته. سبک کاری شما بیشتر از صرف انرژی فراوان به صورت این اصلا نمیفهم منظورش چیه. سبک کاری شما بیشتر صرف انرژی فراوان به صورت تصادفی است و رویکرد نمیدونم. اغلب به دیگران حسادت میکنید. اصلا یک کتاب جالب یا یک بازی ویدیویی اغلب بهتر از یک رویداد اجتماعی است. دقیقاً. اینکه بتوان برنامه ایجاد و آن را رعایت کرد مهمترین بخش هر پروژه است. دقیقاً. به ندرت در توهمات و ایده ها غرق میشوید. یکم موافقم. اغلب وقتی در طبیعت قدم میزنید متوجه میشوید که در افکارتان غرق شدید. آره، کمی ولی به ندرت. اگر کسی سریعا به ایمیلتان پاسخ ندهد نگران میشوید که نکنه کاری اشتباهی کرده باشید. کمی باهاش موافقم. اینم البته راجع به هر کسی صدق نمیکنه ها. مثلا بعضی از اشخاصی که بدونن که مثلا حالا یه خورده بینمون صمیمیتی نیست و اینا، این صدق میکنه، ولی مثلا بین کسی که مثلا بشناسمش نه. اوکی. اگه کسی سریعا به ایمیلتان پاسخ ندهد نگران میشم که نکنه کار اشتباهی کرده باشید. کمی باهاش موافقم. برای همین صدق نمیکنه. به عنوان والد ترجیح میدهید کودکتان را مهربان بار بیارید تا باهوش. موافقم. اجازه نمیدهید دیگران بر کارهایتان تأثیر بگذارند. دقیقاً موافقم. رویاهای شما بر دنیای واقعی و رویدادهای آن تمرکز دارد. دقیقاً. چندان طولی نمیکشید که در فعالیت اجتماعی محل کار جدید خود مشارکت کنید. آره. بیشتر بداهه پردازی بالفطره هست تا برنامه‌ریزی. دقیقاً.
یکی البته با شما موافقم. نه احساساتتون بیشتر شما رو کنترل کنن تا شما آنها را. کمی موافقم. از رفتن به رویدادهای اجتماعی که شما انجام فعالیتی لباس پوشیدن یا نقش بازی کردن لذت میبرید. دقیقاً. اغلب زمان خود را صرف بررسی ایده‌های غیر واقعی و غیر عملی اما جذاب میکنید. آره. ترجیح میدهید کارهایتان را فی‌البداهه انجام بدهید تا اینکه یک برنامه دقیق داشته باشید. آره. کمی موافقم. فردی نسبتاً کم‌حرف و ساکت هستید. آره. اگر کسب کاری داشته باشید، ببینید که راجع به این سوال، خب این بازم بستگی داره که به چیزی که با چه شخصی هستم. مثلا توی مهمونی اگه مثلا اشخاصی باشن که با هم اوکی باشن، یعنی با هم خوب بگیریم، مثلا من میتونم که باهاشون مثلا خیلی خیلی حرف بزنم. ولی معمولا اگه مثلا توی جمع بریم که نه کسی رو بشناسم نه خیلی باشون خوب بگیرم، کلا شخص آروم و ساکتی هستم. اگر کسب کاری داشته باشید، خیلی براتون دشوار است که کارمندان وفادار اما دارای عملکرد ضعیف را اخراج کنید. مخالفم. اغلب در مورد دلایل وجود انسان تأمل میکنید. مخالفم. وقتی پای تصمیم گیری های مهم به میان میآید، منطق معمولا از قلب مهمتر است. یک کمی موافقم. محدود نکردن گزینه‌ها مهمتر از داشتن لیست کارهایی است که باید انجام داد. یک کمی مخالفم. اگر دوستتان از چیزی ناراحت باشد، به احتمال زیاد از وی حمایت عاطفی میکنید تا راه مقابله با مشکل را به وی پیشنهاد دهید. موافقم. به ندرت احساس ناامنی میکنید. مخالفم. هیچ مشکلی برای تهیه جدول زمانی شخصی و رعایت آن ندارید. کمی مخالفم. وقتی مسئله کار گروهی مطرح است، انجام کار درست مهمتر از همکاری کردن است. دقیقاً موافقم. فکر میکنید باید به دیدگاه‌های همه احترام گذاشته و صرف نظر از اینکه از پشتوانه واقعیت‌ها بهره‌مند باشد یا خیر. کمی مخالفم. به نظرم بعضی دیدگاه‌ها واقعا مسخره است و من نمیتونم دیدگاه مسخره رو قبول کنم. پس از گذراندن وقت با گروهی از افراد احساس میکنید که انرژی بیشتری دارید. آره. اغلب چیزهای خود را جا میگذارید. مخالفم. به نظر خودتون از نظر عاطفی ثبات بسیار زیادی دارید. کمی مخالفم. ذهنتان همیشه درگیر نظرات و برنامه‌های بررسی نشده است. موافقم. آیا خود را روی پرداز می‌دانید؟ موافقم. وقتی در جلوی جمع صحبت می‌کنید، اغلب حفظ آرامش برایتون دشوار است. کمی. به طور کلی بیشتر بر تجربه خود تکیه می‌کنید تا تخیلتان. موافقم. کمی. بیش از حد در مورد افکار دیگران نگران هستید. کاملا مخالفم. اگر اتاق پر از جمعیت باشد، نزدیک به دیوار می‌مونید و از رفتن به وسط پرهیز می‌کنید. مخالفم. تمایل دارید کارها را به تعویق بیاندازید تا وقت زمان کافی برای انجام همه کارها وجود نداشته باشد. دقیقاً. در موقعیت‌های استرس شدیداً مضطرب می‌شوید. مخالفم. معتقد هستید اینکه دیگران شما رو دوست بدارن بهتر از آن هستید. قدرتمند باشید. مخالفم. همیشه به چیزهای غیر متعارف و مبهم نظیر کتاب‌ها، هنرها یا فیلم‌های از این دست علاقه‌مند بودید. مخالفم. اغلب در موقعیت‌های اجتماعی ابتکار عمل را به دست می‌گیرید. موافقم. اینم از تستمون گرفتیم. اوکی. 68% برونگرا و 32% درونگرا. جالبش اینه که من قبلا این تست گرفته بودم، من یک آدم درونگرا بودم. و البته بعضی اوقات درونگرا هستم، ولی میگم بازم بستگی به این داره که با چه کسی هستم. ولی خب کلا اتفاقاتی که تو زندگی میفته به کسی نمیگم، زیاد راجبش توضیح نمیدم، راجب کار شخصی برای کسی توضیح نمیدم. مثلا من خواهرم همیشه زنگ میزنه به مامان بابام، مثلا از همه اتفاقاتی که براش پیش میاد تو زندگیش مثلا برای مامان بابام تعریف میکنه. ولی من اصلا اینطوری نیستم. من زنگ میزنم حالشون میپرسم، اصلا توضیح نمیدم که مثلا چه اتفاقاتی برام افتاده. واقع‌بین 70% هستن و رویا پرداز 30%. اینم میشه گفتش که خب واقع‌بین هستم. آره نه درسته. طبیعت، منطقی، عاطفی. آره دقیقاً درسته. من 64% منطقی هستم و 36% عاطفی. 57% برنامه‌ریزم و 43% بدون پردازه. آره دقیقاً. مثلا الان این ویدیو که گرفتم یهو گرفتم. مثلا میگفتم تو این هفته باید ویدیو بگیرم ولی خب برنامه‌ریزی نکردم راجبش. هویت، ابرازگر، محتاط. دقیقاً همش درسته. 42% محتاطم، 58% ابرازگر. مجری هستم. شخصیت ESTG، نظم خوب پایه و اساس همه چیز است. نظم خوب پایه و اساس همه چیز است. مجری نمایندگان سنت و نظم هستند.
و از درک خود در مورد امور درست، نادرست و قابل قبول اجتماع برای گرد هم آوردن خانواده ها و جوامع استفاده می کنند. افراد دارای گونه شخصیت مجری از ارزش های صداقت، فداکاری و کرامت استقبال می کنند و دیگران را به خاطر مشاوره ها و راهنمایی‌های روشن آنها برایشان ارزش قائل هستند و از اینکه در مسیرهای دشوار پیشرو باشند خرسندند. مجریان که از گرد هم آوردن افراد در کنار هم احساس غرور می کنند اغلب نقش سازمان دهندگان اجتماعی را ایفا می‌کنند و با سخت‌کوشی همه افراد را برای شرکت در جشن رویدادهای محلی یا در دفاع از ارزش‌های سنتی که خانواده و جوامع را در کنار هم نگه می‌دارند گرد هم می‌آورند. هر کسی که ارزشش را دارد باید در دفاع از آنچه که به باورش صحیح است به پا خیزد. دقیقاً من همیشه میگم. تقاضا برای این نوع رهبری در جوامع دموکراتیک بالا است و حدود 11% از جمعیت را تشکیل می‌دهند. جای تعجب نیست که بسیاری از رهبران معروف سیاسی و کسب و کار در سراسر جهان از جمله مجریان بودند. شخصیت‌های مجری افرادی هستند که عمیقاً به حکومت، قانون و مشروعیتی که باید کسب شود معتقد هستند. آنها سرمشق دیگران هستند و تعهد صداقت و هدفمندی را از خود نشان داده و تنبلی و تقلب را به خصوص در مورد کار مطلقاً رد می‌کنند. دقیقاً اگر کسی اعلام کند که کار سخت و جسمی راهی عالی برای ساختن شخصیت است، این گونه شخصیت مجری دارد. مجریان از محیط اطراف خود آگاه هستند و در جهانی با حقایق روشن و قابل اثبات زندگی می‌کنند. دانش آنها بدون معنی است که حتی در برابر مقاومت سنگین به اصول خود وفادار میمانند و به روشنی اعلام میکنند که چه چیزی قابل قبول است و چه چیزی قابل قبول نیست. نظرات آنها فقط یک مشت حرف پوچ نیست، زیرا شخصیت‌های مجری به راستی تمایل دارند به سراغ چالش برانگیزترین پروژه‌ها بروند و در طی مسیر برنامه‌های اجرایی را بهبود ببخشند و جزئیات را مشخص سازند و باعث شوند حتی پیچیده‌ترین وظایف نیز آسان و قابل دستیابی به نظر برسد. با این حال مجریان به تنهایی کار نمی کنند و انتظار دارند قابلیت اعتماد و اعتقادشان به اخلاق کاری متقابل باشد. افراد دارای این گونه شخصیتی به وعده‌های خود عمل می کنند و اگر شرکای یا زیردستان آنها با بی‌کفایتی یا تنبلی یا حتی بدتر با بی‌صداقتی وضعیتشان را به خطر بیاندازند از نشان دادن خشم خود دریغ نمی کنند. بعضی‌ها باید این جمله را خوب بفهمند. این مسئله میتواند به شهرت مجریان در عدم انعطاف بیانجامد اگر دلیلش این نیست که آنها خودسر هستند، بلکه به این دلیل است که واقعا بر این باورند که این ارزش‌ها باعث شدن جامعه کارآمد باشند. اما از آنها هم بهتر کسانی هستند که وقتی خطایی می‌کنند به آن اقرار دارند. مجریان تصویری کلاسیک از شهروندان سرمشق هستند. آنها به همسایگان خود کمک می‌کنند، به قانون وفادار هستند و سعی می‌کنند مطمئن شوند که همه در جوامع و سازمان‌هایی که تا آن اندازه برشان عزیز است مشارکت می‌کنند. نقاط مجریانی که ممکن است آنها بشناسید نمی‌شناسم: الا بیکر، جان راپلا، سونیوس. خب بچه‌ها مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو با من بودید. امیدوارم که تو این ویدیو هم بهتون خوش گذشته باشه و خیلی خیلی ممنونم. اگه حتما بد گفتم. اگه حتما از این ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو منو لایکش کنین و کانال منم سابسکرایب کنین. آدرس اینستاگرام براتون بالا میذارم، حتما اونجا فالو کنین. براتون استوری میذارم و زندگی اونجا استوری میذارم دیگه. حتما فالو کنین. و اینکه اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما برای بقیه دوستاتونم بفرستین و یادتون نره حتما ویدیو منو لایک کنین و حتما زیرشم کامنت بذارین، برای اینکه وقتی شما ویو میدین به ویدیوی من، خب اکثرتون از ایران هستین و به خاطر اینکه فیلتر شکن میزنین میپره ویدیوتون و خیلی کمک میکنه که پس حتما کامنت و لایک کنین که شما رو بات تشخیص نده. بازم خیلی خیلی ممنونم از حمایتتون تا اینجا و براتون کلی آرزوی خوب میکنم تا یه ویدیو دیگه. بای.